باز در مورد این رقابت گفتم بگذاریم. در خط محافظه رقم 4 میرزا محمودوف، رقم 22 فرید دهقانوف، رقم 7 سلطانبک فاضلوف، در خط حمله رقم 19 مربی قبلی بود. بعد از اون که این مربی از وظیفه رفت طاهر مومنوف و رقم 27 شهریار عنایت الله در مرکز رقم 5 مرکزی میدان. حالا فوتبالبازان دسته استرافشان بازی رو شروع میکنن. صاحبان میدان و میبینیم که با پورگی حالا میتوانیم این بازی رو برای طاهر مومنوف بازی بسیار مهم هم نام بدیم. هرچند بازی میکنن میرزا محمودوف قریب به خطا راه دهد. حالا دروازه‌بان به خطا راه میدهد. ضربه و گل. خطای دروازه‌بان دسته استرافشان شهزاد شمسیدینов. زبان اولا اولوبا ایان ولیم ببینید اینجا نمیتونیم عیب رو با محافظتگری مرکزی هم برد کنیم چون که پاس روشن و اینجا یک امکانیت خوب بود برای فوتبالبازان دسته روشن. شادی مرادوف هست. حالا پس قبول می شود. امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان روشن. جمشید مخزوموف، شریدین بابایف، اما ضربه میزند استانداردی با اشتراک فوتبالبازان دسته روشن. ضربه اینجا زده می شود و باز هم توپ رو گرفت محسن عبدالغفارов. ضربه او ولی پرتو با بابایف و اینجا شریدین به توپ رسیده نتوانید. ادامه حمله دسته روشن. یک ارسال نوبتی دیگر و بعدا در این یک امکانیت خوب برای دسته استرافشان و وضعیت بسیار خطرناک بود اما محافظتگری دسته روشن. امکانیت ادامه دادن حمله برای دسته روشن. فرصت برای فوتبالبازان روشن و گل دوم زده می شود. اندری مارکوویچ مؤلف در نیمه اول دو دفعه بازیگران روشن اینک دروازه استرافشان رو رخنه میکنن. پس بسیار خوب بود. شهریار عنایت الله دسته استرافشان رو برای شما خواهم گفت. حالا پرتاب به جریمه گاه دروازه‌بان ازبک حییتوف دوباره این کار رو انجام میدهد. حالا ادامه حمله دسته روشن و برای دسته استرافشان پرتاب به جریمه گاه فرصت و گریتسنکا توپ رو برمیگرداند. بعد از حمله اونها رو میبینیم ازبک حییتوف پس به جریمه گاه امکانیت برای شریدین بابایف. ضربه و گل. گفتم که امروز برای او گل بسیار مهم است زیرا در پایگاه نشانزنها میتواند پیش‌صف شود. سرشنی ها امکانیت رو خوب استفاده نکردند و بعدا بازیگران روشن در ادامه حمله بازیگران استرافشان و یک ضربه خیلی هم سخت. پس با جریمه گاه و بهترین فرصت برای روشن از دست میرود. تا پایان این رقابت و حالا وضعیت خطرناک گریتسنکا این حالت رو رفت. ضربه امیری فرهاد و تو به تیر دروازه دسته روشن برمیخورد. پرتاب به جریمه گاه وضعیت بسیار خطرناک. اعتراض دارن بازیگران استرافشان و اینجا تو به دست علیجان کرامت‌الله زاده رسید و پنالتی. دوم واقعا هم معلوم شد که مراتب اول هم دو مراتب تو به دست بازیگران دسته روشن رسید. ضربه فرهاد امیری و گل. حساب 3-1 می شود. دسته روشن رسید. حساب 1-3. رحمان نظیموف پرتابی با جریمه گاه. امکانیت ضربه زنی اندری مارکوویچ. ضربه و گل اما آفساید حساب کرده می شود. ادامه حمله دسته روشن و یک ضربه خیلی هم سخت ولی تو از پهلوی دروازه و صدای اشتراکی داور از فرجام این رقابت درک میدهد. تیم روشن در سفر با حساب 3-1 پیروزی به دست آورد و موقع